برادر عزیز، این روز ما سفر به یک ختنسور داریم با همراهی دکتر بهروز و برادر عزیز بلال جان. دکتر چی گفتنی؟ سلام علیکم برادر عزیز. من هستم دکتر بهروز محمد. امروز سفر به ختنسور داریم. چیزی که ما میگیم که مقصد چول بریم نگه چی نگه نه؟ دست حلال کنی. هیچ گونه نداره. چول بریم هیچ گونه نداره. بدون دکانات پادشاه کنید. بیلیتو را سوپر کنید. بیلیتو داروریه. مقصد وقتی که کلین کنیم میشیم. شما کی چول بریه چیزی هست نیست. وقتی که ما کلین کردیم این چیزا برایش ما بیپل میشه. برای کسانی که مقصد علی داروری بیلیت ما میخرن چیزاش بیپل میشه. تمام این اسلوبایی که مقصد باید خدمتتون چی بیاد بیپل میشه. مقصد چه بیرم بیپل میکنیم. کسانی که بیلیت میگیرن. وقتی که ما کلین کردیم میکشیم. انشالله که من باور دارم برادرای خوب مؤمن مهربان دستگیر میکنن. انشالله بی‌طرف نباشین. هر جایی که بیمار دارین زنگ زنید میرین بیمارتون رو میبینین. انشالله بیماری نوبت خیلی بیماری باشه یعنی بیمارو رو میبینین انشالله. که شما میدونید که در حقیقت اسلوبی که مقصد هم خدمت رسانی که برای روز دست حمل کنی اول از سپردگی هستند. تاکسی پلیس تو دابران سپردگی هستند. یک 150 کیلومتر من میرم با 150 کیلومتر میام. میتونین که مقصد زنگ زنین میرین در جایی که باشد خدمت رسانی خدمت میرسونیم. چی گفتنیم دیگه؟ چی گفتن که بلون؟ گفتنیم که خب ما وقت در دستگیری خلق توجیه باشه مردم. سلام علیکم.